ما هم خیلی پیشوای داریم که همه مردم همه را دستگیری میکنه، همه را گپ میزنه، این زندگی این خیل این او خیل همه را راهنمایی میکنه. حتی در منبر بالا و بلند آن گفت که اسلام به تروریسم، اکستریمیسم، به افراطگرایی و تفریطگرایی نسبت نتین. این یک چیزی هست که همه وضعیت ما را درس تعلیمش میگه. اگر ما درس تعلیم گرفتنی باشیم، سبق از همین مردک بگیریم، با آموزیم، ان شاء الله تعالی ما رهگم نمیزنیم. اونایی که ادعا میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا. و هم گورا گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. قرآن کریم میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. شما با قرآن چنگ بزنید، به خدا گپای خدا در اطراف یک پیشو یک جمعیت جمع شین، ان شاء الله تعالی خور نمیشین. درباره سری و پریو چی روزا گوش کردم، ای قرقیزستان هم بعضی همسایه ما از جمله قرقیزستان هم با تاجیکستان آرد روغن شکر نتین. و تاجیکستان خدا خلق کرد راهبر عادل به عقل و به فراست و خلق دوست، قوم دوست، ملت دوست، یتیم دوست، معیوب دوست کرد. خدا ما را میته وقتی که راهبر متکبر نباشه، سر یتیم دستمال کنه، خدا البته میته. ماه شریف رمضان در برای در دنیا فر بگرد که در کدام عرب عجم مثل تاجیکستان ما چی داشت برای کجا دای نیسته ده اگونجا. خوب عزیزان معطوف تعزیه من غایبانه همتان قبول کنید. خداوند سلامتتان داره. حضرت شما ببخشید این نوعیت صاحب داره در نوعیه روزکی در گجوه روزکی میگیم جنوزه کنیتون نایمون خودم میخونم واسیت شده من این مریدی پدر من ایزان نمیکشید شما فکر نمیکنه برای جنوزه استغفر الله برادران عزیزان برادران عزیزان صاحب مید منو الله اکبر چی گفتی؟ ها؟ اون امر معروف نشون داد. دیگه فجر گرفتی. کمونه؟ بچه اون سپرد پیش قبرستان پیش شما از خدا توصیه مردم در بین مردم فتنه نجوه الفتنه تو اشد من القتل ای کسی که ما شده معنی ها گرفتار شده باید که ما و شما جوانان فرزندان
شما را هدایت کرده است برای راست. باید نگاه شما فرزندان را برای مکتب خواندن، برای علم زبان خواندن باید نگاه شما هدایت کنید برادران عزیز. نه برای سیده و نه برای من. بازی مقصد ای مذهبی آویش و سلفی و شیعت و بیدستان ای خدا بپرسه نمکن. وقتای خوبان یا سرچیبان و بالای استادش میگه که ما در بلیزه در افغانستان قطعی ملاقرگاه بودیم. قرار شدیم برورش ایماچی ایماچی برورش برو ایماچی برو الله اکبر برور ایماچی سلام با منافق الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر شرمنده يا الله Bırak, boy takacağım normal da bu. Göndere buna bitiyor. O tamam. Açıklar bir fitne kaysa. Bir fitne arasında da yaman panik. Gel oğlum kaldırma. Ne kadar malum. Hayır, işte oya bulga buraya. Tamam, tamam. Hamu. Yallah ekber. Ya havuz yok. Bunlar Hazret نه مهمون داری تبخون ما سبخون برا یه قشلاق داری خیچون بدونن نگی دوست اخلاق نداری کسر zamanlar tabii gömlek gördüm. Surat çıkmıştı. Oh. Surat değil ya aşağı. Oh. Kadı vakti de geç olmuş. Ben başta vakıya bakın ikimizden yemişim istedim. Ya hayır با هم کسب خیلی وقوق برداری حاج جمشید میگم انا odam اومده میگن میگم یا محل odam محکم کنه پول ماچتا نه تو هم گفت میسی او محکم کنه ماچتا میگم داوا میگم تو تگی میسی او محکم کنه پول ماچتا من ماچ صاحب دورا ماچ باید هاش باشه بتونم ماچ صاحب دورا بیار محکم صاحب ندارم ماچ در مسکو یا از سلفی در مسکو گشت تو توجی چه فهمیدی من فقط میگم تو نمیدی تو میگی که یک شلوغ odam میگم تو همین شهید همین شهید شلوغ گویدو انا میخوام گفته که همه تو میگم بولو تا میگم دارم گفت فهمیدی میگم تو همون فرونه اگر یا بودگاه چه میگم یا میکشو
دستور چون میدونم فهمیدی؟ خطری دروغون نکن بخونه چیزی من سوارچی کار میکنم چیکار میکردی؟ من سوارچی نرفتم اون سیو نکیسم برو نیت ولی میگم همه تا نگم مستگی کتی مولود میگم اینجا فهمیدی؟ چیزی نه مردم همه شوی داد کتی من ندادم درون سیو دلیل کجاته؟ اگر خطران سلفی شما نگویند ما کنته اما تا میگم یگون تمام سلفی نیستیم یگون ما سلفی دکازات کو هوش توشی دام اسباب بچه گرفت گشت گیا سلفی کن دکمه تو یمی وای به دکمه وش هویه اگلی دکمه نداره اگر موداش رو آمد روی نکنم اکا برا کیف تکو بابیو ختی مردم گابزا فهمیدی کیف تکو بابیو گابزا نکری کورا محکم کنه مچتا برا ما کما ایبود ننویسم ما سم خیر آدم ومش یا برا بخا خورت کرده گرم دایو ماهی شریف رمضان دا برای از اینجا فر بگرد که در کدام عرب عجم مثل تاجیکستان ما چی داشت برای کجا دای نیسته ده اگونجا با کشاورزان، چارواداران و شخصان مشغول با دیگر کسب و کارهای پرمشقت که گرسنگی یا تشنگی سخت به سلامتی آنها ضرر میرساند خوردن روزه اجازت است. Я карда میگوید کو کشکدتون کدام بود اولی باید وقتی زورا و نولا میکنه پیشوای ملت در سر میز مذاکره میشینن دست دراز میکنه به طرف استاد نوری که بیا دست بتیم که این مردانگی از فارسا و تاجیکا است که گناه های گذشته رو دستش دراز نمیکنه. استاد ربانی میآید و همین خدمت قبلتش شد نو استاد ربانی نمیشه دستش دراز نمیکنه من ملت تباه شد. برای همین وقتی که ما در یگونجا گپ بزنم که همین وحدت پیشوی ملت کرد بسیاری آدم ها تلفن قد گپ بزنن اختلاف است. باور میکنین سوگند به خدا که اگر امام علی رحمان نمیرفته همیجا وقتی پیشوی ملت میفروید احمد شوی مسئول میگه رحمان میگه روزی آمده چه نبود ما شما رو بخواه یکسون کردن